سلام بچه‌ها، این اولین ویدیویی که من دارم میسازم برای یوتیوب و گفتم شاید خوشتون بیاد، شاید خوشتون نیاد. خوشتون نیامد که دیسلایک بدین. اگه خوشتون اومد ممنون میشم لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. بچه‌ها من امروز یه مسابقه فوتبال دارم و اولین مسابقه فوتبال من توی کشور خارج است و اینجا تونستم توی تیمی بعد 1 سال عضو بشم که این تیم خارجیه. اینم داداش منی که داره بهم انگیزه میده برم و سرما خورده بودم. و اینکه آره بریم و ببینیم بازی چه جوری میشه. ما با بچهای تیم که اکثرانشون سیاه‌پوست هستن قرار گذاشتیم دم یه مارکت، میریم اونجا برشون می‌داریم، یعنی اونا شاید ما رو بردارن، بعد همه با هم میریم سمت بازی توی شهر دیگه است به اسم نیکوزیا و آره دیگه میریم ببینیم چه. مامانم داره قور میزنه میگه استاد سوزوندنی. چی عزیزم؟ خیلی ممنون دیگه بچه. من همینو میذارم دیگه حال کنید. حالا میگید وای چقدر شلخته خوشم نمیاد بچه. اینجا گرمه الان هوا، نگاه کنید. و اینکه بعضی وقتا هم گرمه هوا خب و اینجوریه که چون تو جزیره است یه دفعه بارون میاد سرد میشه شب اینا، برای مجبور این چمدونای زمستونمونو از اون بالا در بیاریم تا بریم. اینا هم برای شما خریدیم که براتون ویدیو درست کنیم و خیلی گرونه نزدیک 70-80 دلار بود. اینا من زدم و ایز واکینگ. بریم. من سعی می‌کنم از توی مسیر از بچه‌های تیم، از لباس عوض کردن، از حرف زدن مربی، از حین بازی اگر شد میدم یکی فیلم میگیره، چون فقط من رو داداشم داریم میریم و بدم به یکی بگم برای یوتیوب یا میگه اسکولی و آره دیگه آخرش ببینیم. داناتلو لاکوشاین اینجا، فقط این با 2 تا چوبه دیگه هیچی نزن. ممنون میشم. باشو بچه ها. راستی من متاسفانه این برادر دیگه هم دارم که دو قلویم و این کلا 5 دقیقه دیر همیشه ما رو میکاره همه جا. 5 دقیقه دیر میاد، مثلا 5 دقیقه قراره یه جایی باشیم، مثلا آقا 5-10 دقیقه تازه میگه میام. همینو میسالمش. این هم راسته مال این بود، ما گردن گرفتیم گفتیم برای مثلا اگه همش مال این آقاه و کلا هیچ کاری نمیکنه تو خونه. پاشو عزیزم آماده شو بریم. مثلا نه بچه خیلی رو مخم دادیش رو مخم. بچه خب بچه من آماده شدم بریم و ببینیم. همسایه اون پولانم رو با پیاده بریم. این زندگی رو من نمیدونم برای چی این که پایستان آبداد اولین بار زیدتر آمده شدم چون می‌خواستم فیلم بگیرم اگر من آماده شد. این هم سگه اسمش جگرار بودش. سلامت باشید بچه. ما داریم میریم پیش بچه ها دیگه فیلم میگیرم دیگه. قربان شما خلاص. خیلی بچه ها نزدیکن تقریبا رسیدیم. مارکت اونجاست. روسنا ما رو زاخیانی نمیگم بکشم بیرون رنجا بچه یا مارکت هستم پارکه بود که دید همین الان. اینجا یه چیز جالب که هست اینه و شیر خورشید زده. دمش گرم بچه. دوست داشتید باش عمل کنید شماره‌شه حتما بیاید. مسلمون در کنار نامسلمون هیچ ربطی هم به نجات نداره. بهتر از پشت همچون میکنه. این هم همینی که میگم میکشن بیرون. پرشو رنج بود داریم. خب اینجا داریم پرشو میبینیم دیگه. میریم که منتظر باشیم دیگه. یا حق بچه ها ما اومدیم یه چی بگیریم قندمون نیفته. بالاخره میخوام بریم بازی. این شاپ ها قیمت ها میخواد اینا لیره دیگه. ضرب 2 کنید چه قیمت ایران 60 تومن 20 تومن کاکائو دیگه. این افکار هم مورد علاقه خیلی ها باشه تو ایران ولی هیچ خبری توش نیست. بچه ورزش میدستن اینا رو بسید خدا. این شاپه اینا دیگه گرون هاشه دیگه بچه. مثلا این 2000 یا عالی. خلاصه ما یک کیتکت دلیری میگیریم میخوریم بریم بازی کنیم دیگه. آره قندو همیشه تامین کنید و برید بازی کنید که قندتون نیفته بالا نیاد یا عالی مدد. خب بچه همه اومدن تقریبا این تیمه و اینا
داریم همه سوار ماشین میشیم میبرن هم مثل با بنز و بی ام و مردم چقدر مادی شدن. اینو هی 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 بچه کلن شوکه بچه دارم ازش نمیفهمی دارم فیلم میگیرم ولی کلن شوکه بچه دیگه اینا بچه ها تیم همه داریم پخش شیم تو یه 5-6 تا ماشین کلن تا بریم شهر دیگه. اینا مربیمونه با 2 تا بچه هاش دیگه بریم و تو راه گایز ما بالاخره رسیدیم و الان ماشینیم. یکی از بچه ها برمون داشت یه تیم مربیه الان 4 نفره نشستیم و دیگه داریم میریم. میخواید الان بیام براتون میگیرم اینم سفته دیگه درایور هستن. Last night I was walking on the road when they shoot the man and shoot him tire. The Corona don't catch you fire. I saw the walker arrest one man when he said they shoot for the carry tire. The baba carry tire. بچه ها همینطور که دارید میبینید کم هم داره شب میشه و دیگه احتمالا بازی تو شب برگزار میشه دیگه. حالا من دارم هم مسیح میگم فعلا اینم ماشینم ببینم دیگه بنزه نیدم اگه دوش بنزه چه من خواست هوا شد های دیگه از همینطور ببینید و بچه این هم این کم پاسخ خوبه رسیدیم تقریبا. خب بچه ها رسیدیم. این کیف منو کیفمو بردارم و اینا استادیومه و میگم چمن کوچیک یالا هرچی بچه اینکه زمین کوچیکه اینم تیم و فلان و اینا اینم دخترها اینم زمینی که ما توش بازده داریم و آره دیگه هم اینو اینم دیگه میتونم کجاش فیلم میکنم. خب بچه ها من شدم اسپیکر رو در بیارم حقیقتشون دیگه باید بریم لباس عوض کنیم دیگه. همین الان فهمیدم که زن الکس فرگوسن هم فوت کرده. اوه واقعا؟ بچه دیگه ما قراره این دختر رو میگه چون اینجا دوست دختر که بچه هست دیگه اینجا کشور آزاده میان که تماشا کنن. اینجا رو میخواید ببینید اینجا هم منطقه که اصلا گرم میکنن نمیدونم عوض میکنن. حالا اینجا این بقیه دارن میان و دیگه عوض میکنیم و ببینیم آتیز کنم. خب بچه ها شروع شد. من چون جلسه دوم رو نیمکت بودم ولی بهداد پوستش بود رفت باز اینا یه بهدادی بینه همشون آره دیگه اینا بچه ها هم رو نیمکت دیگه بازی هم رسمه دیگه اینا چیز هم هست داورم هست دیگه سعی میکنم بگیرم. بچه ها شاید بخاطر این تو خطر بیفتن ولی داور یه خطا گرفت الان همه داره تو رو میکشن بیرون و دویی چند واسه تیم ما زده و اینطور دیگه من هیچی نمیدونم دیگه. آره شما دارم دیگه نمیدونم دعوا و مشت زنی اصلا تو اینو شوخی ندارم. خب بچه ها ما مچو بردیم و 3 امتیاز گرفتیم و این بره من فوتبالیست میشم. نزدیک بود ولی بچه به طبیعت احترام بذارید واقعا و 3 پوینت گرفتیم و 100 جدول میدرخش. خب بچه ها بازی رو 3-0 بردیم. خیلی لاتی اعتراض کردن و رفتن بیرون و یه چیزای مشخص بود که مثلا آفساید اینا همه رو میگفتن
آقا داور داره بد میگیره ولی داور کارش واقعا درست بود What do you mean by that? و اینکه ما بردیم 3 امتیاز برای ما زدن و رفتیم صدر جدول با قدرت دیگه میریم و تمرین میکنیم برای مسابقات بعدی. اینا ببینید برای مسابقات بعدی انشالله ببینیم خدا چی میخواد. دوستتون دارم، مراقبت کنید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک، سابسکرایب و هر کاری که دوست داشتید بکنید. اگه خوشتون اومد دیسلایک بدید. خیلی چنل هم بسته میشه فدا سرتون. عشق منید. خداحافظ.